کریستیان اولیریخسن شروعکاری دور گنداوی لناوندا بیکر لزانیگاه رئیس امریکا دبیجه دور آلین کریزی لحو بکن یاکو پشتی سردان خوبو گنداوی ریکس تلرسون وزیر دوره امریکا جی راگهاند چارسری ناکوکی نابرا قطر و ولاتین دنین عرب دی گلکی بکشینه بنیرین اوی شروعکاری حیا دماکو قطر برسف ندابود دا خوازن چار ولاتین عرب رونه کبو لی دما بر بسین قطر پیشنیاری وان ولاتان نیا قبول کرن راگهاندن ایدی او هیویجینما جه هفت بیون هری دایی یا وزیر در قطر دیگر کانال جزیره جی اشکره دبه به وان نزیکان کریزا کنداوی شاره سر نابه اندریس کریگ شروعکار ناوندا و کلینان لکولیجا کینزا لندن جی دبیجه زو سزاین سر قطر ناین را کرن رونه که جیبو وی کریزه نابینه کریستوفر دیویدسون پسپور روجالاتان آوین لزانیگاه دورهام یا بریتانیا جی دبیجه وستا دیار عربستان و امارات حسب هزا ایران و ترکیه ده پشتوانی کنا قطر دا ناکن بدوشید زانه کار بکشینه مداخله یا راست لی احتمال وی یکی دیده فشارکا آبوریا دمدریج بو لاواسکنا قطر بردام به کریستوفر دیویدسون بالدکشینه سروی یکی جی ولاتین روجاوای بردام دبن لسر بزاوین خواه ین نافجیدی کنی که به سردان بوریس جانسون وزیر در بریتانیا بو ولاتین دورا کنداوی دست بکر پشتاجی هر یک جون لوردیان وزیر در فرانسا زیگمار گابریل وزیر در آلمانیا ریکس تلرسون وزیر در امریکا سردانا دوره کرن درباره سزای سر قطر اندریس کریگ تخمین آوی که دیگه عربستان امارات و بحرین جبوی درکنا قطر جواتا اولهیا کنداوی حول بدن یان اندامتی یالاتی راستینن لگور میدیان سعودیشی چه دبه درکنا قطر پینگا و دنیا سزادانا و یالاتی به احتمال آوی که جهه عربستان و امارات فشاری لکمپانی ناو دولتی بکن حیا نچار ببن آلیه که کریزی حل بشیرن لی کریستیان اولیریخسن دبیجه او یک بگمان استراتژی که به خطر نینه دهم بعد عبدالرحمن الراشد شروعکار سعودی دبیجه دوی در قطر نچار به امتیازین برچاو بده لی ندیاره براسی او بویر رو بدنی یا نا چمکی تشتکی وکی امتیاز داین نایدیدن هر دو آلی رجدن لسر حلوستین خونین ختماندنا چارسریه